چه میشد اگر می توانستید یک کانال یوتیوب بسازید، میلیون‌ها بازدید بگیرید و درآمد کسب کنید، آن هم تقریباً بدون هیچ کاری؟ شما هم حتماً آن کانال‌ها رو دیده اید، کانال‌هایی با تعداد کمی ویدیو که میلیون‌ها بازدید و دنبال کننده میگیرن و شما با خودتان فکر میکنید چطور ممکن است؟ انگار یک رمز مخفی دارند که هیچ کس درباره‌اش صحبت نمی‌کند. اما خبر خوب این که شما هم می توانید این رمز را کشف کنید. با قدرت هوش مصنوعی و تنها چند کلیک می توانید از مسیر طولانی و سخت تولید محتوا عبور کنید و کانالتان را سریعتر از همیشه رشد دهید. شاید غیر واقعی به نظر برسد، اما واقعاً ممکن است. همین حالا افراد باهوشی مثل شما در حال ساخت کانال‌هایی هستند بدون اینکه ساعت‌ها وقت برای ویرایش ویدیو صرف کنند یا کسی را استخدام کنند. فقط آپلود می‌کنند، عقب می‌نشینند و تماشا می‌کنند که بازدیدها بالا می‌روند. راز این موفقیت؟ یک ابزار قدرتمند به نام وید AI که تمام کارهای سخت را برایتان انجام می‌دهد، از ساخت ویدیو تا آپلود آن. میخواهید از این راز مطلع شوید؟ پس بیایید شروع کنیم. مرحله اول. مرورگر گوگل را باز کنید و سرچ کنید وید AI. روی اولین سایتی که در نتایج جستجو ظاهر می شود کلیک کنید. وقتی سایت باز شد، صفحه اصلی را می بینید. در اینجا روی گزینه ورود یا ساین این کلیک کنید و با ایمیلتان ثبت نام کنید. بعد از ورود به سیستم، صفحه‌ای نمایش داده می شود که از شما می پرسد چه نوع ویدئویی می خواهید بسازید. ویدئوی کوتاه، ویدئوی بلند. برای این آموزش، من گزینه ویدئوی کوتاه را انتخاب می کنم. با انتخاب این گزینه وارد صفحه دیگری می شوید که در آن از شما می پرسد چه نوع ویدئویی می خواهید بسازید. ویدئوی بی چهره، ویدئوی متنی جعلی، ویدیو 2 صفحه‌ای. در این آموزش ما با ویدیوهای بی‌چهره کار می‌کنیم. مراحل بعدی. پروژه‌تان را نامگذاری کنید، مثلا ABC. موضوع ویدیو را انتخاب کنید. موضوعات زیادی برای انتخاب وجود دارد. مدت زمان ویدیو را مشخص کنید، مثلا 30 تا 60 ثانیه. صدای گوینده را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید. سبک ویدیو را انتخاب کنید، مثل طبیعی، انیمه، آبرنگ، سینمایی، سبک پیکسار. گزینه‌های متن جعلی و اسپلیت اسکرین را غیر فعال بگذارید، چون ما فقط ویدیو بی‌چهره می‌خواهیم. حالا روی تولید محتوا کلیک کنید و چند لحظه صبر کنید. ویرایش اسکریپت. حالا به بخش ویرایش اسکریپت می‌روید. در سمت چپ متن ویدیو یعنی اسکریپت رو می‌بینید و در سمت راست تصاویر مربوط به هر صحنه. اگر از تصویر خوشتان نیاد، مثلا تصویر موضوع توت فرنگی، به راحتی می‌توانید آن را تغییر دهید. متن مربوط به تصویر را در سمت چپ پیدا کنید، روی دکمه تولید مجدد یا همان ریجنریت کنار آن کلیک کنید و تصویر جدیدی جایگزین خواهد شد. وقتی از همه چیز راضی بودید، روی نکست کلیک کنید تا به مرحله پایانی بروید. تنظیمات نهایی. در اینجا می توانید تنظیمات دلخواه را انجام دهید. برای مثال افزودن زیرنویس، رنگ زیرنویس، افکت‌های انتقالی و سایر تنظیمات ظاهری. پس از اعمال تنظیمات، روی تولید ویدیو یا همان جنریت ویدیو کلیک کنید. چند دقیقه صبر کنید تا ویدیو بی‌چهره شما آماده شود. مثال‌هایی از اطلاعاتی که می‌توان در این نوع ویدیوها گنجاند. آیا می‌دانستید عسل هیچ وقت فاسد نمی‌شود؟ اختاپوس‌ها 3 قلب دارند. بانان در واقع نوعی بری یا توته، اما توت فرنگی نه. مدفوع وامبت‌ها مکعبیه تا نغلطد. یک روز در سیاره زهره طولانی تر از 1 سالشه. گاوها بهترین دوستانی دارند و اگر جدا شوند استرس میگیرند. برج ایفل در تابستان میتواند تا 15 سانتی متر بلندتر شود. ساخت ویدیو دوم. دکمه هوم را بزنید تا به صفحه اصلی برگردید.
دوباره گزینه ویدیو کوتاه و سپس فیسلس ویدیو را انتخاب کنید. پروژه را نامگذاری کنید. این بار می توانید از اسکریپت‌های آماده استفاده کنید. مثلا موضوع داستان انگیزشی را انتخاب کنید. مدت زمان ویدیو و سبک ایلیستریایی را مشخص کنید و روی Generate Content کلیک کنید. بعد از چند ثانیه وارد بخش ویرایش اسکریپت می شوید. متن را بررسی و در صورت لازم اصلاح کنید. روی Next کلیک کنید و تنظیمات زیرنویس را انجام دهید. در پایان روی Generate ویدیو کلیک کنید. همانطور که دیدید ساخت ویدیو با Vid.ai بسیار ساده است و فقط حدود 3 دقیقه طول می کشد. حالا ویدیوهای شما آماده آپلود در یوتیوب هستند. امروز شروع کنید. چندین کانال در موضوعات مختلف بسازید، ویدیوهای آماده‌تان را آپلود کنید و با سرعت بالا رشد کنید. اگر می خواهید امکانات پیشرفته تر و نتایج حرفه‌ای تری بگیرید، می توانید یکی از پلن‌های اشتراکی Vid.ai را